با سلام و درود خدمت همراهان و همکاران عزیز و ارجمند در این وبینار. خدمت شما هستم. بنده دکتر سید محمد میری هستم، MD PhD و مؤسس و مدیر عامل انتشارات بریفلند، عضو انجمن سردبیران علوم پزشکی کشور و همچنین عضوی از هیئت رئیسه گروه تحقیقاتی ethical publishing و dissemination از انجمن شبکه اروپایی شفافیت دانشگاهی. امروز خدمت شما هستم برای بحث و بررسی در خصوص پاپیر و درک این شبکه علمی بسیار مهم به عنوان یکی از شبکه‌های داوری پس از انتشار و اهمیتش در مجلات کشور خودمون. سوالات رو قبلش با هم مرور کردیم، ببینیم که اطلاعات اولیه‌مون به چه صورت هست و حالا اصل قضیه رو با هم مرور خواهیم کرد. ببینید، ما برای اینکه بدونیم داریم در مورد چه پورتال، چه شبکه‌ای صحبت می‌کنیم، باید شبکه‌های هم ارزش رو و مشابهش رو که عملکردشون تقریبا یکی هست رو ابتدا بشناسیم که بدونیم این مجموعه علمی هم ارزش و هم ردیفش در کدام گروه ها قرار گرفتن و خانواده اون رو کاملا بشناسیم. watchdog sources یا منابع ارزشیاب علم و گروه های تحقیقاتی چند گروه مختلف هستن، چند تا شبکه هست. ریترکشن واچ رو خیلی در خبرها شنیدید و خواندید یا باش سر کار داشتید که چه کاری رو انجام میده در خصوص مقالات ریترک شده و محققینی که مقالات ریترکتد دارند. شبکه دوم پاپیر هست که حالا امروز در موردش صحبت میکنیم. در کنار اون دو گروه دیگه و دو تا مؤسسه دیگه هم هستن، ساینس اینتگریتی دایجست و دفتر در حقیقت ریسرچ اینتگریتی در ایالات متحده که اینها سردمدار و پیشتاز این قضیه شفافیت علمی هستن. حالا یکی دیگه هم با عنوان مثال میتونه شبکه اروپایی شفافیت علم باشه که من هم افتخار اون رو دارم که در یکی از گروه های در حقیقت ریسرچ این شبکه اروپایی مشغول به فعالیت داوطلبانه هستم و اونجا مشخصا در حال بررسی امور اخلاق در نشر و شفافیت علم هستید. خب همونجور که میبینید از این کارتونی هم که براتون گذاشتم مشخصه اینها دائما مراقب شفافیت علم هستن، این شبکه ها، و کارشون همین هست. مطابق همیشه اول من با 5 تا مثال قضیه رو براتون روشن میکنم که چرا ما امروز باید در موردش بیشتر صحبت کنیم. در مورد پاپیر عرض میکنم. تو هر مثالم یک مثال از خود پاپیر رو بهتون نشون میدم و کارهایی که بعد از اون انجام شده یا قرار انجام بشه. یکی از مقالات رو با هم مرور بکنیم. ببینید این مقاله عنوانش در بالای صفحه مشخصه، در مجله معتبری هم منتشر شده، سال 2013 هم منتشر شده اومده و در سال 2021 روش کامنت گذاشته شده، گفته ایمیج دوپلیکیشن در یک مقاله گزارش میگردد. و این رو چه کسی گزارش کرده؟ فردی به نام پنیسیلیوم، حالا هرچی، که این قطعا یک اسم ساختگی انانیماس هست و قرار نیست اسم نویسنده مشخص باشه. در موارد ایمیج منیپولیشن هم شما میدونید که فردی که میخواد گزارش کنه طبق پروتکل ها باید اون ایمیج های مشابه رو با کادرهای رنگی مشخص، که اینجا مثلا سبز رو میبینید، آبی رو میبینید، دوباره قرمز رو میبینید، یعنی اگر سبز رو دو جا دیدید بدونید اونها تکراری هستن و مشخصا ایمیج دوپلیکیشن رو به وضوح طرف اومده و بیان کرده، یا جاهای آبی رنگ هم به همین صورت یا سرمه‌ای رنگ. خب این میاد اونجا گزارش میشه و بعد منجر میشه به چی؟ به یک expression of concern در قدم اول. expression of concern چیست؟ یک نوع مقاله، در موردش بیشتر صحبت خواهیم کرد. حالا الان این مطلب رو در میانه اسلاید توضیح میدم به صورت آموزشی برای سردبیران و هیئت تحریریه محترم. ما هر جایی که به ما نگرانی بیان شد، ما هم باید بیان اون نگرانی رو و نسبت به اون مقاله در مجله خودمون داشته باشیم. تایپ مقاله می شود EOC که مخفف Expression of Concern است.
در همونجور که میبینید در تایتل مقاله عبارت expression of concern ذکر میشه. نویسنده این مقاله سردبیر مجله است. همیشه فلش رو که ملاحظه بکنید، فلش اول سمت چپ رو ببینید نویسنده. آرتیکل تایپ رو هم در فلش دوم میبینید که expression of concern هست، و فلش سوم در پایین که با یک مربع حالا نارنجی رنگ مشخصه، معلومه که این مقاله ما که EOC به چه مقاله دیگری مرتبط است. یعنی ما related article رو هم اینجا باید رعایت کرده باشیم با نشانه گذاری مشخص. پس این EOC چیست حالا دیگه با هم مرور کردیم و مشخصاتش رو دونستیم. در ادامه EOC شما متن اون مقاله EOC رو میکنید که به وضوح و با مشخصات کامل دلیل نگرانی ما رو بیان کرده که ما گفتیم به عنوان مثال یک ایمیج منیپولیشن احتمالی، قطعی هم نمیگیم چون قرار بررسی بشه، در این مجله مشاهده شده. کمیته اخلاق در نشر مشترک ناشر و مجله مشغول پیگیری و اینوستیگیشن در مورد این موضوع هستند. ما به خوانندگان اولا آلارم می‌دهیم که این یک نگرانی وجود دارد در این مقاله، ثانیاً منتظر اقدام بعدی ما باشند. لذا EOC یک بیانیه است، یک اعلامیه است که کاملا موقته و این مهمترین کاریه که مجلات بعد از دیدن این مشکلات اخلاق در نشر باید اقدامش رو انجام بدن. خب ما یه بار مرور کنیم ببینیم در کجای کار هستیم. اصلا این پاپیر و اون بقیه واچداگ سورس ها یا منابع نظارتی ما در کجای تایملاین انتشار ما قرار دارن. سمت چپ که ملاحظه میکنید، سمت چپ که ملاحظه میفرمایید اینترنال پیر ریویو بهش گفته میشه، در وسط اکسترنال پیر ریویوز و در انتها پست پابلیکیشن پیر ریویو. پس این سه تا زمان رو که در یک مقاله وجود داره. ببینید دایره اول منیوسکریپتی است که این توسط نویسندگان نوشته میشه و ما وقتی که مقالمون رو در یک ریسرچ تیم می نویسیم اینو میدیم توسط همکارانمون یک پولیشی بشه یا یک داوری بشه که به اون داوری میگن اینترنال ریویو. بعد از اون مقاله رو سابمیت میکنیم. در علاوه باکس وسط رو که ملاحظه بکنید سبز رنگ هم از اکسترنال پیر ریویو نوشته سابمیت در یک مجله، وسط صفحه نوشته سابمیت در یک مجله. حالا اونجا توسط داوران مجله میاد اکسترنال پیر ریویو روش انجام میشه و اگر انتهای داوری در مجله اکسپت بشه از اون به بعد کلمه منیسکریپت حذف میشه و تبدیل میشه به آرتیکل، یعنی مقاله که پابلیش شده هست و کار واچداگ سورس ها و کل دنیا از اون به بعد شروع میشه. ببینید اینجا من در کنار ذره‌بین نوشتم پابلیشت میشه و توسط ریدرها در پابلیک خونده میشه و این مهمترین قسمت داوری یک مقاله است. همجور که در این تایملاین میبینید از زمانی که شما پابلیشر رو میبینید از ابتدای صفرش که مقاله رو در ژورنال شما سابمیت کنید تا ابدالدهر پابلیشر مسئول و وظیفش این هستش که بیاد پاسخگو باشه به پابلیک و سورس هایی که دارن این ارزشیابی رو انجام میدن. خب مثال دوم رو با هم مرور بکنیم دوباره در خود پاپیر که لینکش رو براتون در پایین صفحه گذاشتم. میبینید یک عکس رو در دو مجله مختلف، مجله اول بایومت ریسرچ اینترنشنال هست، مجله دوم جوندی شاپور جورنال آف مایکروبیولوژیست، اومده دیتکت کرده که یک قطعه از عکس بالا با یک قطعه از عکس پایین یکسان هستند و خیلی راحت شما متوجه میشید که احتمالاً اونی که دیرتر مقاله‌شو منتشر کرده که اینجا میشه 2014 اومده یه کپی رو نویسندگان کردن که حالا چه بکنیم رو در بعد اسلایدهای بعدی با هم صحبت میکنیم. پس این اومده و مثال دوم ما بود. مثال سوم رو ببینید خیلی جالبه که در IJPM که International Journal of Preventive Medicine 2018 یک جدولی منتشر شده و دقیقاً این عکس رو آوردن به صورت باز هم انانیماس در پاپیر منتشر کردن. گفتن که در
جایی که قرمز هم هست نوشته unrealistic values، ها کاملا غیر واقعی هن، یا در خط پایینش که مربوط بوده به داده های waist circumferences اومده اینها رو احتمالاً اشتباه کرده و به جای BMI اینها رو با هم جابجا نوشته. یا در جای دیگری که با سبز مشخص کرده گفته impossible average of integers، که قشنگ مشخصاً یک کار آماری بسیار ساده است که شما هم میتونید متوجه بشید که اصلا این دیتا غلط است. خب پس این هم یک مثال دیگه ای که در پاپیر درج شد. مسئله یا مثال چهارم رو با هم نگاه کنید. ببینید دوباره اومدن 4 تا مقاله مختلف از 4 مجله مختلف رو بررسی کردن و ایمیج منیپولیشن یا ایمیج در حقیقت فراد رو اینجا شما میبینید که با کادرهای زرد و سبز مشخص کردن که کجاها حتی تکرار شده. این هم یک کیس دیگه است که در پاپیر اومده مطرح شده و حالا چه بکنیمش رو تا حدی براتون با توضیحات قبلی بیان کردم. مثال پنجم اومده 6 تا مقاله رو، حالا که ما 3 تاش رو در تصویر میبینید گذاشتیم، در 6 مقاله مختلف 3 تا شکل رو تکراری از هر کدوم گیر آورده و این 6 تا رو با هم مثال زده در پاپیر، مثال که نه درج کرده و فلگدار کرده تمام این مجلات رو که پابلیک خبردار باشه که این 6 تا مقاله که متاسفانه نویسندگانشون هم از هم وطنهای ما هستند، در هر 6 مجله اومدن شکل‌های مشابه رو استفاده کردن و حالا این رو با هم داریم مرور میکنیم. و اما ته داستان پاپیر چی هست؟ همون اول من ته داستان رو براتون بگم. ته داستان میشه ریترکت کردن یک مقاله. ببینید ما یک نمونه ریترکشن نوت رو براتون گذاشتیم که در تایتل حتما باید کلمه ریترکشن نوت باشد. دوباره من دارم اصول ژورنالیستی انتشار یک مقاله ریترکتد رو بهتون توضیح میدم. یک، تایتلش باید ریترکشن نوت داشته باشه، همینجور که بالا در تایتل این میبینید نویسندگانش باید مشخص باشن و توضیحاتی که سردبیر یا هیئت تحریریه مینویسه باید واضحا دلیل رو بنویسه که مثلا ما تو این مورد که کادر قرمز کشیدم نوشتم که این مقاله ریترکت شده به خاطر اینکه یک ویستل بلاور که افشاگر به معنیش افشاگر میشه در اون تاریخ اومده گفته این مقاله 2 جا منتشر شده، یعنی وقتی مقاله منتشر شده رفته رو سایت تازه پست پابلیکیشن پیر ریویو انجام شده و گفته این دوپلیکیت پابلیکیشنه و بلافاصله که نه، با بعد از گذشت اینوستیگیشن ها و اون تحقیقات لازم که مطابق اصول اخلاق در نشر هم باید ما تحقیقات رو انجام بدیم، اینو به این نتیجه رسیدیم که این اتفاق افتاده، مهرس شده و سپس مقاله رو باز هم با آلارمی که به نویسندگان میدیم و به نویسندگان اجازه دفاع میدیم از این اتهامی که بهشون وارد میشه و اگر اتهامشون رو قبول بکنن تبدیل میشه به جرم و اگر اتهام رو قبول نکنن باز دوباره ورک فلو داره. ما نمیخوایم وارد مسئله اخلاق در نشر بشیم ولی ته این کار میشه ریترکشنی که شما دارید نمونهش رو ملاحظه میکنید. پس یه بار دیگه مسیر اخلاقیش رو با هم مرور بکنیم که اینها چه ارتباطی با هم دارن. نقطه شروع داوری که در یکی از واچداگ ها ایجاد میشه، مثلا اینجا ما پاپیر رو داریم میگیریم، در سمت چپ این تصویر ملاحظه میکنید این منجر به انتشار یک EOC در مجله میشه که همون Expression of Concern هست و مقاله‌ای که نگرانی ما رو به خواننده ها منتقل میکنه که ما نگران این مقاله هستیم و به چه دلیل نگرانیم هم که کاملا نوشته میشه. نهایتاً بعد از تحقیقات اگر رفع اتهام شد که اوکی هست و مقاله به روال نرمال انتشار خودش برمیگرده، اگر هم که احراز بشه مقاله رو باید ریترکت کنیم. ولی دقت کنید از EOC تا تصمیم نهایی که اوکی یا ریترکت هست ما باید تحقیقاتمون کاملا مبتنی بر ورک فلوها و الگوریتم های اخلاق در نشر مصوب کپ باشه و کاملا قابل دفاع در دادگاه های صالحه باشه. به عنوان سردبیر ما وقتی تصمیمی میگیریم این تصمیممون باید مبتنی بر مستندات کامل و رعایت الگوهای
متدولوژی یا روش شناسی اون کار باشه. پس ورکفلو رو با هم دیدیم که چه اتفاقاتی رو ما باید ازش انتظار داشته باشیم. خب پس چی شد؟ پاپیر داوری علمی واقعا در حال تحول. همتون میدونید دیگه قرار نیست مثل سابق ما مجله ای رو منتشر بکنیم که خودمون برای خودمون مقاله بنویسیم، از دوستانمون مقاله بگیریم، منتشرش بکنیم و بدون اینکه نگران باشیم که اینها کشف میشه بیایم و کاری رو انجام بدیم. نقش پاپیر تو شفاف‌سازی فرآیندهای علمی بسیار مهم و حیاتی است. علاوه بر این پاپیر شما حضور ذهن داشته باشید که وقتی ما داریم صحبت میکنیم کلا از این مدل داریم صحبت میکنیم و منظورمون سایر واچداگ ها هم هست. یه ابزار آنلاینیه که مانع از مخفی کردن کامنت های داوران به صورت عمومی میشه و هدفش هم بازگرداندن شفافیت به داوری علمی مجلات و جلوگیری از رانت و فساد هست. داوری سنتی تو مجلات ما به چه صورته؟ ما مدل رایجی که الان هم داریم اینه که میایم یه سری داور از دوست و آشنا و اینها رو انتخاب میکنیم، اکسترنال پیر ریویو رو انجام میدیم. قطعا این داوری ما غیر شفافه، قطعا مخفیه و قطعا مستعد رانت و فساد هست و گذشته بر اون اعتماد بین‌المللی به این فرایند داوری در مجلات ما وجود نداره. متاسفانه به دلایل فجایعی که در حداقل 8 سال اخیر نسبت به علم ایران و نام ایران در بین‌الملل اتفاق افتاده در عرصه بین‌المللی، همونجور که شما استحضار دارید، خب اومد نیچر 50 خورده ای مقاله ما رو ریترکت کرد و بعد به اسم ایران تموم شد، یا خیلی از مشکلات دیگه ای که در مجلات ما وجود داره و کم و بیش داره نوک کوه یخ بیرون میزنه. این اعتماد بین‌المللی رو نسبت به مجلات ما کاملا از بین برده و ما بای دیفالت وقتی مجله‌مون رو میبریم سمت یک دمای ساز برای ارزشیابی مجرم هستیم مگر خلافش اثبات بشود. لذا این داوری سنتی اصلا مورد وثوق ما نیست و باید این داوری رو به سمت داوری بهتری ببریم و شفافیتش رو ایجاد بکنیم. حالا چه بکنیم؟ فقط داخل پرانتز میگم یکی از این کارهایی که شفافیت رو افزایش میده اوپن پیر ریویوز که ما بحثش رو الان نمی کنیم، ولی بدونید اون ابزار بسیار مفیدی است. پس سوال اینجا پیش میاد آیا در پاپیر ما داریم داوری رو میبینیم؟ بله، این یک مدل داوری است که در اون نمودار هم براتون عرض کردم داوری پس از انتشار بهش میگن وقتی منتشر شد و عموم یا پابلیک میتونن کیفیت مقالات رو با مادام و دهر که مقاله روی سایت منتشر هست این رو بیان و ارزشیابی بکنن، قضاوت بکنن و حتما این یک داوری اصلی خواهد شد و دیگه بر اساس این ما الان داریم حرکت خودمون رو انجام میدیم. مشخصا حالا میایم در مورد پاپیر بیشتر صحبت میکنیم. سال 2013 یه مؤسسه فرانسوی درستش کرد و الان که با شما صحبت میکنم یک بنیاد بین‌المللی غیر انتفاعی شده و چون غیر انتفاعی است تعارض منافع هم ندارد و به هیچ عنوان مسائل مالی پشت این وجود ندارد. وبسایت آنلاینی بستری است برای انتشار آزادانه ایرادات علمی مقالات بدون سانسور و پلتفرمیه که ویسل بلاورها یا افشاگران علمی که عموما هم حرفه‌ای هستند و داوطلبان دارن اونجا کار میکنن. کار که منظور از کار در حقیقت ارائه مطالب خودشون هست، وگرنه ما کاری رو در حقیقت از اونها نمیبینیم. این صفحه اول پاپیره برای اینکه صرفا شما باش آشنا بشید. یک موتور جستجوی بسیار ساده به ظاهر که میایید شما DOI PMID یا کیورد نویسنده یا هر چیزی رو اینجا سرچ میکنید و به شما ریزالت خودش رو بیان میکنه. از 2013 به بعد به سرعت رشد پیدا کرد و مدیریتش هم که الان عرض کردم تحت عنوان پاپیر فاندیشن قرار گرفته که غیر انتفاعی است. ویژگی‌های کلیدیش چیه؟ شما میتونی به صورت ناشناس یا انانیماس اونجا بدون نام خودت کامنت ارائه کنی. تا الان هم ارزشیابی کردن دیدن 86% نظرات ناشناس هستند
همچنین اطلاعات باید قابل اثبات عمومی باشه و همه نظرات هم پیش از انتشار مادریت میشن و مورد بازبینی قرار میگیرن. چه کار کنیم در کامپیوتر خودمون این رو داشته باشیم، نصبش کنیم که هر مقاله‌ای به دستمون رسید یا خوندیم اون بالا به من توی مرورگر خودم هشدار بده که این مقاله‌ای که الان داری میخونی در پاپیر روش یک کامنتی وجود داره. این اسلاید رو خیلی توضیح نمیدم، فقط همین رو بگم که در یک اکستنشن یا در حقیقت افزونه داره در کروم که باید اون رو نصبش بکنید. 30 ثانیه هم بیشتر وقتتون رو نمیگیره، به هیچ مشکلی هم وجود نداره برای نصبش و از اون به بعد شما میتونید این ابزار رو در همه صفحات مجلات علمی که ملاحظه میکنید این رو ببینید. پس ما میتونیم ایرادات علمی رو به صورت ناشناس بگیم یا با اسم خودمون، نیاز به تایید سردبیر مجلات نداره، مستقل از اونهاست و یک ابزار بسیار مهمیه پاپیر برای ارزشیابی و ارزیابی کیفیت مقالات توسط نهادهای ناظر مثل کپ و نمایش‌سازها و این موضوع در حقیقت سابجکتیو، فاقد اسکورینگ، امتیاز نیاز نداره و فقط یه بستری است برای بحث آزاد علمی. ویسلبلوئرها یا افشاگران علمی یک حقی دارن که ما باید اونها رو محفوظ نگه داریم، نباید افشاشون کنیم و اگر افشا بکنیم اسامی اونها رو طبق قانون دچار خلاف شدیم و باید جوابگو باشیم و غرامت بدیم برای اینکه افشاگر همیشه باید یه احساس امنیت بکنه وقتی به من و شما سردبیر مراجعه میکنه، نباید نگران باشه که این اسمش باش خواهد شد. پس یه بستریه برای ویسلبلورها که بتونن مشکلات رو بیان کنن و همونجوری که قبلا هم گفتم منجر به ریترکشن های متعدد میشه و شفافیت رو میتونه در پژوهش ایجاد بکنه. تو تحقیقات دانشگاهی چه کمکی میکنه؟ نقد گسترده میکنه، تحقیقات ما رو یه فضای بازی رو ایجاد میکنه و همه نهادهای ناظر مثل کوپ و نمایش‌سازها حتما به پاپیر مراجعه میکنن اونجا و حالا در ادامه هم یکی دو تا اسلاید در این مورد داریم. چه محدودیت هایی رو ما داریم در زمینه پاپیر؟ من اجازه میخوام بحث رو فعلا متوقف کنم تا اینجای کار که 22 دقیقه گذشته، تا سوالی نکته‌ای داره با هم مرور کنیم و بعد بقیه اسلاید ها رو با هم داشته باشیم.